این خانه ها در نزدیک خانه رئیس جمهور هستند. منابع می گویند که این خانه ها کرایه گرفته شدند و قرار است که آمادگی ها تا هفته آینده به پایان برسند. حکومت چند ساختمان را در همین کوچه در منطقه دارالامان کابل برای محل بود و باش آقای حکمتیار در نظر گرفته و قرار است که آقای حکمتیار در همین ساختمان بود و باش داشته باشند و ساختمان های دیگه هم هستند که به گفته حزب اسلامی روز شنبه تسلیم اونا میشن تا آمادگی های نهایی بر آمدن آقای حکمتیار روی دست گرفته شوند. 3 جای توسط شخص رئیس جمهور مد نظر گرفته شده که یک بخشی از او تسلیم حزب اسلامی افغانستان داده شده و یک جای دیگری که مهمتر است به روز شنبه در تسلیم حزب اسلامی قرار میگیره. چگونگی تامین امنیت آقای حکمتیار نیز یکی از موضوعهای زیر بررسی حکومت است. مشاور ارشد رئیس جمهور گفته است که رئیس جمهور ایجاد یک مدیریت تازه را در چارچوب ریاست محافظت رجال برجسته منظور کرده است و قرار است که نزدیک به 200 تن از نیروهای گلبدین حکمتیار در چارچوب همین ریاست استخدام شوند. یک تعداد از مجاهدین همیشه با برادر مجاهد حکمتیار در جبهات تشریف دارند و اونا طبیعتا همراهشان میان. برای تدابیر امنیتی خاص شهر کابل که متفاوت با جنگ جبهه‌ای است، یک چند روز تمرینات خاص ضرورت بود. مشاور ارشد رئیس جمهور غنی درباره کارهای انجام شده برای آمدن گلبدین حکمتیار میگوید که حکومت 2 جای دیگر را نیز در کابل برای بود و باش آقای حکمتیار در نظر گرفته است. یکی در ده سبز کابل و دیگری در ولسوالی بگرامی کابل. مشاور ارشد رئیس جمهور میگوید که احتمال دارد آقای حکمتیار تا پایان همین ماه به کابل بیاید.